میدم که در شرایط ایشون مملکت رو کشیده به یه جایی که پر از دروغه، پر از نفاقه، داره پرونده یک انقلاب اقتصادی صورت میگیره، چون ما در عصر طلایی تلویزیون میدم ما هستم. راههای اخیر که احساس خطر جدی کردم در صحنه باشه. من واقعا احساس خطری برای کشور کردم. سلامتی دو زوج جوان و آقای مهربان بزن دست و بی امان. گفتم آقا من دارم تصمیم میگیرم بیام، اما آمدن من یک جهاد و فداکاری. من دلیلی که این مسئله رو میگم و نمیگفتم واقعا به دلیل احساس خطری است که برای کشور میکنم. روز آمدم برای تغییر در رابطه با سیاست‌های آقای احمد نژاد. ما که خودمون داشتیم میرفتیم زیارت، شما برو به آقا دایید سلام برسون، بگو شما که ما رو میخواستی بفرستی زیارت چرا مثل آدمی زاد نفرستادی، واسه چی آدمو میره بایی. برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. نه آقا سیدی، این نوع اصلا قیافش به این حرفا نمیخوره مولا بشه. این استقاله میکنه با تسبیح، همش هم برست در میاد. استقاله کرد ما الان گرفتار شدیم دیگه.